جامعه گیلان این افتخار رو دارد که اولین پرورشگاه ایتام رو در ایران بنیاد گذار شد. مرحوم مژدهی باید عرض بکنم ایشان از اساساً از خاندان مرحوم ملا حسین نامی بودند که این روحانی مرد در کلده فومن زندگی میکرد. این مرد کم کم توانست در قریه مژده املاکی رو خریداری بکند، املاک زیادی رو خریداری بکند و کشتکار خودش رو از کلده انتقال بدهد به مژده. مسئله اینکه ایشان معروفند به مژده، این خاندان معروفند به مژدهی، به این علت است. این ملا حسن 11 تا یا 10 تا اولاد داشت که اکثریت اولادهاش هم ذکور بودند و یکی از این اولادهای ذکورش میرزا نصرالله خان بود. مرحوم حاجی مژدهی از بازماندگان میرزا نصرالله خان است. ایشان تحصیلات اون زمان خودش رو در سرحد کامل داشت. میرزا کاظم خان در نوجوانی به تهران رفت و وارد مدرسه آلیانس فرانسه گردید و 1 سال هم در مدرسه دارالفنون تحصیل نمود. سپس در انقلاب مشروطیت به مشروطه خواهان پیوست. از فرماندهان مجاهدین در فتح تهران بود. مقارن با نهضت جنگل نقش معتمد را بین حکومت گیلان و میرزا کوچک خان ایفا نمود و از آن پس ملقب به معتمد همایون شد. پس از پایان کار جنگلی ها از سال 1309 هجری شمسی به مدت 9 سال عهدهدار نمایندگی مردم بندر انزلی در دوره های 8م، 9م، 10م و 11م مجلس شورای ملی بود. مرحوم ایشان با خانواده قوامزاده مرحوم که ایشان هم یکی از افراد بسیار بسیار معروف و به نام گیلان بودند، از اون خانواده دختری میگیرد و متاسفانه برای این نوعروس جوان و شوهر جوان فرزند نمیشد. این زن و مرد برای اینکه از لذت پدری و مادری برخوردار بشوند طفلی رو میارند برای نگهداری و این نگهداری کم کم میکشد به جایی که 1 به 2 به 4 به 8 و بالاخره پر شدن یک خانه بزرگی که محل سکونت حاجی به همسرش بود. میخواستیم سوال بکنیم که شما با افسر خانم مژدهی چه نسبتی دارین؟ خواهرزادش هستم. کاظم خانم مژدهی شوهرش بود. بله. و اون خانم 7 خونه داشت. اون 7 خونه رو وقت پرورشگاه کرد. مال مژدهی نبود. اینا بچه دار نمی شدن دیگه نیست مگه؟ آقا بچه دار نمی شد. آقا بچه دار نمی شد، پس یعنی میشه وارثشون مادر من بود. وارث ایشون مادر شما بودش. وارث اون به اصطلاح تشکیلات. اون خانم. بله، ولی خاله شما اومد اون تشکیلات رو برقرار کرد، یعنی به اتفاق شوهرش با هم تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. همینطوره. بله شوهرش وادار کرد که اون 7 خونه رو فروخت. یه خونه بزرگ قدیمی هم بود. بله. خرابه. اونم خریدن. این همه رو وقت آسایشگاه کردن. آسایشگاه کردن. پرورشگاه کردن. و همیشه به اسم پرورشگاه مژدهی بود. اعتراض شد، افسر مژدهی رو اضافه کردن. شادروان کاظم مژدهی و افسر مژدهی
در سال 1328 15/3/1328 خود خانه مسکونی و جایگاه و امکانات اوشون از زن شوهر وقف بکنید برای یتیم خانه، یعنی کودکان بی سرپرست و بی پناه در اوی باید جا بگیرید و مردم اوشانی که مایلی کمک بکنید فقط در امور. آقای مجدهی زمینی رو که تهیه کرده بودند میخواستن در این زمین پرورشگاه درست کنن. متاسفانه وسعت زمین چندان زیاد نبود و ناچار بودن زمینی رو که در جوار اون قرار داشت و به اون متصل بود اون رو هم بگیرند. پرورشگاه رو در اونجا دایر کردن. پرورشگاهی که در شهر ما شناخته شده است. دبستانی در اونجا بود، کتابخانه‌ای در اونجا بود. خوشبختانه عمل خیرشان نتیجه مثبتی داشتی و با استقبال بیشایبه مردم گیلان و مردم فهیم گیلان روبرو است. نه فقط مردم گیلان، کسانی که از خارج اقصا نقاط دنیا، اروپا، امریکا، هر جایی که سیدی نظر کنیدی برای کودکان نظرشون برآورده به حسن وجوهات فریدی. یه دفتری داره، هیئت مدیری داره، هیئت علمایی داره. ایشان یکی دو دوره عضویت انجمن شهر رشت رو داشتند. در این یکی دو دوره‌ای که بودند من یک خاطره بسیار بسیار جالبی دارم که این خاطره رو با شما در میان میگذارم. محمد رضا پهلوی فوزیه طلاق گفته بود و خانم ثریا بختیاری رو به همسری پذیرفت. تمام انجمنهای شهر اون زمان ایران تصمیم میگیرن که البته پیشاهنگشون هم گیلانی ها بودند، یعنی انجمن شهر گیلان بود، که برای این خانم یک هدیه عروسی بفرستند. این هدیه را هم میرن به بازار زرگرها، مثل این که تاج بسیار ارزنده‌ای بود و این تاج ست زمرد گران قیمت داشت. یکی از اعضای انجمن شهر اون زمان مرحوم دکتر رضی شبان بود، مدیر روزنامه شبان، نویسنده بسیار بسیار توانا، دکتر بسیار مجرب. این مرد در اون زمان بلند میشد به تنهایی مخالفت میکند و این قدرت رو در مرحوم مجدهی دیده ایم، حاجی مجدهی دیده ایم که پشت نماینده خودش رو خالی نکرد، ایستاد، در حالی که در همون موقع دو نفر از نمایندگان که از ذکر نامشون کاملا معذورم شدیداً ایستادن و حتی مخالفت های عجیبی کردن که برای مردم رشت قابل قبول نبود. شاه میبیند اینجا دارد میبازد، یک زرنگی کرد که خودش رو بهتر تعرفه بکنه، دستور داد به تمام استانهای ایران که حق ندارید برای نوعروس من هدیه‌ای بفرست. اونجا مدرسهش مدیرانی داشت، مدیران مختلفی داشت. از جمله مدیران اونجا یکیش آقایی بوده به نام آقای یغما. یغما یه آدمی بود که دبیر ورزش بود و فعال و خیلی زرنگ بود. یه روز به اینا دستور دادن که اطلاع دادن که شاه داره میاد به این سمت، بره برای گیلان. اونجا
مرکز مالاریا بود. یعنی بچه های اونجا همشون زرد و ناراحت کننده بود قیافشون. آقای یغما کاری که میکنه از روی اون فراستی که داشت بچه ها رو میاره در جایی که باید صف میموندن صف بمونن. بعد به اینا میگه که شما خبردار نیستید، یک دو سه که به شما گفتم باید با دست مرتب به خودتون تیلی بزنید. این کاره کرد. بچه ها شروع کردن به صورت خودشون زدن. موقعی که شاه رسید بچه های زرد عوض این که بخواد صورتشون زرد باشه همشون گلگون و خیلی خوشگل شده بودن. من خدمت شما عرض بکنم که 105 نفر کارکنان هم مجموعه، کودکان سرده‌های مختلف سنی، دختر و پسر و همچنین آقای شایگان که خوب زندگی وقف مجموعه بوده، فقط برای دختران بی سرپرست، بد سرپرست و یتیم اداره بستان داره در خیابان آزادگان در اوی. و مجموعه علاوه بر این که در او قسمت دارای ساختمانه، در خیابان لاکانی هم دارای یک ساختمانی است، در خود خیابان مطهری هم دارای ساختمانی است. و ام مجموعه حفاظت به واسطه نیت خیری که افسر مجری و کاظم مجری داره تا الان باقی بمانسته. من به عنوان نوکر مردم که رئیس هیئت مدیره مجموعه هم از همه مردم قدردانی کنم، از تک تک احاد مردم گیلان، از 2,500,000 نفر جمعیت گیلان سپاسگزاری کنم که نوکران خودشون فراموش نکنه در اعیاد مختلف، در موقع قربان، در موقع ماه رمضان کمک های خودشون اهدا کنید و ام مجموعه الان سر پاییسه. 12 تا گل سرخ، 12 تا گل سرخ به شاخه ها چجیدن، یکیشون توی دنیا یه روز خوش ندیدن. آره دیونه شونیم، گدای خونه شونیم، خدا چه مهربونه همه چیزو میدونه، نصیحتش همین بود یکی زنده بمونه. من از اینجا خوشم میاد، دوستم همینجا بمونم. اگه مادرم اینا اومدن اگه پدرم اومد من میرم، ولی اگه مثلا بالا اگه بزرگ شدم نمیرم، همینجا بمونم. دوستم پلیس شدم، دوستم که مثلا اگه پلیس شدم این خلافکار اینا رو بگیرم. اینه که معلمم خیلی دوست دارم و درس خوندم هم دوست دارم، میخوام یعنی هم تا آخرش درس بخونم. روز اولی که اومدم اینجا برای پدر مادرم دلتنگ بودم، بعدا خالا به من درس یاد دادن، تونستن من نگه دارم. منم از خالات خیلی تشکر میکنم و خالا رو خیلی دوست دارم. بعدا گریه میکردم که بیارم پیش پدر مادرم، ولی خالا من میگفتن اینجا باید بمونی، هر موقع پدر مادرت اومدن تو رو میبرن از اینجا. فعالیت‌های ورزشی مجموعه سال 71 رشته تکواندو برای نقش بسیار خوبی تو مجموعه داره و الان 12 سال حضور در لیگ کشور داره، ارتباط خوبی با فدراسیون تکواندو داره. اخیراً هم هفته گذشته آقای پولادگر رئیس فدراسیون خودش اینجاست، دعوتش کرده بودیم که خوشبختانه جواز مدرسه تکواندو رو به مجموعه واگذار کردن که به این شکلی که این مدرسه اختصاصاً در زنگ ورزش در دبستان مجدهی رشته تکواندو رو تدریس میکنه و به عنوان یه مواد درسی در کارنامه‌شون ثبت میشه. این بحث جدا و افتخارات این تیم هم در سال جاری
به عنوان تنها نماینده قاره آسیا در تورنمنت بین‌المللی قاره اروپا شرکت کرد که اونجا مقام اول رو کسب کرد و مجددا هم فدراسیون پیگیر شده که این تیم رو برای مسابقات برون‌مرزی دیگری که اوایل فروردین ماه هست انشالله اعزام می‌کنه که الان به هر حال توی فعالیت ورزشی در استان تنها تیم رشته تکواندوست که در لیگ کشور به سر میبره. محمد مهدی سفر هستم، یکی از بچه‌های خود این دانشگاه رشته‌ای و عضو تیم رشته‌ای رشت و عضو تیم منتخب استان گیلان و مسابقات کشوری المپیاد و مقامات اول تا سوم استان تهران کسب کرده و به مدت 14 سال از مجدهی زندگی میکنم، به مدت 12 سالی که تکواندو اینجا. من یه پیام دارم واسه همه بچه‌های که توی محل شبان‌روزی زندگی میکنن، واسه بگم که ما از خداوند پدر مادر ما رو از ما گرفته، ولی نمیشه گفت این پایان زندگی ماست. اینجوری ما میتونیم خودمون با توانایی که خودمون، استعدادایی که خدا بهمون داده، میتونیم با استفاده از اونا به جای بزرگ برسیم. حیطه عمل این مجموعه به صورت پدر و مادره. یه خانواده ما بچه‌ها رو نگه می‌داریم، دانشگاه میفرستیم، مردم با ما کمک میکنن، مردم نظر میکنن، از امکانات مردم اینا رو دانشگاه میفرستیم، هزینه دانشگاه رو میدیم، به اینا زن میدیم و در آینده به اصطلاح تصمیم گرفتیم که اگر مردم با ما کمکی بکنن ساختمان‌های 15-20 ساختمان 60 متری 70 متری درست کنیم. اگر به اینا زن دادیم یه مدت اونجا بشینن، بعد وقتی خودشونو پیدا کردن. حسن سقطچی هستم، متولد 1362 که در سال 65 اومدیم داخل این مجموعه. ما کلا 3 تا برادر بودیم، 3 تا برادر بودیم که هر 3 تامون هم خانواده ها متارکه کرده بودن. برادر بزرگترم از من بزرگتر، من وسطی کوچیک‌ترم داشتیم که هر 3 تا رو با هم از طریق دادگاه ما رو دادن به این مرکز. پدرم فوت کرده، ما بعد از مدت‌ها یعنی خانواده که پیگیری کردیم و اینا خانواده‌مون پیدا شدن، یعنی اومدن دنبال بچه‌هاشون. یه زمانی بود که دیگه دیر شده بود، یعنی دیگه ما خودمون رغبت نداشتیم بریم تو آغوش خانواده، چون با این محیط و مجموعه قشنگ هماهنگ شده بودیم، با ساختار اینجا عادت کرده بودیم، با محیط اینجا، با بچه‌های اینجا. یعنی خونه ما دیگه اینجا بود، دیگه خونه در کنار پدر مادر دیگه معنی نمیداد برامون. این رفتن کنار پدر مادر برامون سخت بود. جواد حاجقلی پور هستم، احدی از فرزندان خانه شمازی مجدهی که همراه برادرم در سال 1378 وارد مؤسسه شدیم و حدود 10 سالم بود. اونم به خاطر این مشکلات خانوادگی و فوت مادر و همین چیزا بود که از طرف هیئت امنای محل یه نامه‌ای دادم به بیرستی ما رو وارد مؤسسه کردن. برادر بزرگترمون کارشناس گرافیکه، منم وسطی کارشناس ارشد تربیت بدنی و داداش کوچکترم هم مهندس کامپیوتر. دانشجو رشته الکتروتکنیک هستم، ترم سنت و خرجمونم که حالا از این ترم بیرستی قبول کرده. لحظه به لحظه اینجا خاطرات لحظه ای هستش از زمانی که اینجا اومدیم. به هر حال با بچه‌ای که اینجا باید عادت می‌کردیم، بچه‌ای که با فرهنگ‌های مختلف از جاهای مختلف با شرایط مختلف در کنار هم توی یه خوابگاهی که یه چیزی هولوش 160 تا تخت بودش باید در کنار هم زندگی می‌کردیم. مادرم فوت کردن، پدرم تو قید حیاتن، تحت پوشش کمیته امدادن. یه خواهر داشتم که وقتی مادرم فوت کرد تحت سرپرستی، از طرف کمیته امداد تحت سرپرستی یه خانواده قرار گرفت.
و الان نمیدونیم کجاه. فعلا آدرسی ازش نداریم. خیلی دلم میخواد، خیلی هم دعا میکنم ازش، سر نماز دعا میکنم سپردنش بگردم، چون اسمش فاطمه بود، سپردن به حضرت فاطمه زهرا. یه روز رفتیم دنبالش، به ما نمیگن، راهنمایی نمیکنن. ای ساربان ای خاربان لیلای من کجا میبری، با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری. ای ساربان کجا میروی لیلای من. با مادرمون کم و بیش به سر میزنیم و الان اون بیشتر به ما نیاز داره، چون به هر حال ما سعی کردیم با این مشکلاتی که برامون به وجود اومد موانع رو پشت سر بذاریم، که خدا رو شکر میکنم اول خدا بعد این مجموعه خیلی تاثیر داشتش در پیشرفت ما. در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر پا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان دلتنگی‌ها که خیلی، مثلا ما خانواده‌مون همه انزلی هستن، مثلا خیلی از اوقات مثلا پیش میاد که تو مثلا جمعی قرار میگیریم یا مثلا تو خانواده مثلا از طرف اینجا مثلا دعوت میشیم واسه این ناهار، از این خانواده رو میبینیم مثلا کاش که منم مثلا پیش یه خانواده همچین بودم، مثلا از من حمایت میکنم. تمامی دینم به دنیای فانی، شراره عشقی که شد زندگانی. مجموعاً وقتی که آدم با همون محل زندگیش عادت میکنه دیگه براش فرق نمیکنه حالا مربی هستش یا مادره. بعضا مربی اینجا عین پدر مادر ما و خیلی بهتر از شاید پدر مادرای ما هم بودن برامون. یادم میاد یه روز، یعنی واقعا اینقدر دلتنگ خانواده مادرم، چون مادرمون گاه گدایی میومد به ما سر میزد. مادرمون اینقدر دلتنگیشو کرده بودم که سر یه روز موقع نماز دیگه واقعا با تمام وجود گفتم که من از خدا میخوام که مادرم بیاد به ما سر بزنه، چون الان 3 ماه و خورده که ندیدیمش. دقیقاً بعد از 3-4 روز که گذشت دیدم مادرم اومد. عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، از این غم چه حالم نمیدانی. 2-3 سال قبل مثلا بعضی اوقات یادم میاد مثلا یه چیزی دستم میاد، مثلا یه گوشی موبایلی، مثلا جدیداً کامپیوتر گرفتم، مثلا جای تعجبه واسم، یه جورایی خیلی واسم شیرینه. بعضی اوقات مثلا گریم میگیره، خیلی تعجب میکنم از زندگی خودم که اینطوری رقم خورده به این نه، و خیلی خدا شکر میکنم که تونستم اینقدر پیشرفت کنم. بعد خودم رو قرار میدم با کسایی که از من پایین ترن، که یکم دستشون خیلی بسته، خانوادهشون پیش خانواده هستن ولی مشکلاتی دارن که از ما بدتره، بازم خودم رو نگه میدارم. خیلی خدا رو شکر میکنم. یه بچهای بسیار محکمی هستن، بچهایی که تو همچین محیطی هستن و با همچین مشکلاتی وارد جامعه میشن. با یک بچه‌ای که توی خانواده در کنار پدر مادر هستش خیلی متفاوتیم. ما به محضی که پامون رو تو جامعه، تو محیط بیرون از اینجا بذاریم، عملاً پشتی نداریم و باید با یک پشتوانه خیلی محکمی رفته باشیم تو این جامعه. بچه‌ای که از کنار خانواده میره، به هر حال پدر هستش پشتش، اگه خدای نکرده زمینم بخوره کسی هستش که دستشو بگیره، ولی ما همچین زمانی هم نداریم که دیگه رفتیم بیرون از اینجا زمین بخوریم کسی باشه دستمونو بگیره. یعنی باید انقدر محکم باشیم که رفتیم از اینجا بیرون کسی دستمون نگیره، ما سعی کنیم دست دیگران رو بگیریم. یعنی من یکی از آرزوهای خودم اینه که همچنان با این مجموعه در ارتباط هستم، سعی بکنم میام سرکشی میکنم به بچهای کوچیک‌تر که اینا
به هر حال فردا پس فردا اینا هم جای پای ما میخوان بزنن و باید همین بچه‌ای باشن که بتونن تو این جامعه، تو این وضعیت بحرانی بیرون بتونن زندگی کنن. خیر و نیکوکاری تنها به مدرسه سازی نیست، دلها رو باید به دست آورد. دل به دست آوردن هنر است. خانه ها می شود ساخت، پل ها می شود ساخت، ولی دلها رو ساختن و این دلها رو به جایی رسوندن و این صاحبان دلها رو به جایی رسوندن که اونها از خیرین جامعه بشوند اهمیت دارد. و باید عرض بکنم که داعی نمایشی مرحوم حکیم زاده، مرحوم معین همایون مژدهی از این خیرین بزرگوار بودند که توانستند از خودشون اثر بسیار بسیار خیر به جا بگذارند. من سپاسگزار همه شما هستم، سپاسگزار مؤسسه بزرگوار شما هستم که نیکوکاران رو به این نحو دارید معرفی میکنید. این خودش یک نیکوکاری است. امروز ما باید قدر بشناسیم. این قدر شناسی امروز میتواند نیکوکاران فراوانی به جامعه ما هدیه بکند و سپاسگزار شما هستم که به من هم فرصتی دادید که لحظاتی وقت شما رو بگیرم. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برو، چو توفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را بچین و برو، که هستم من آن تک درختی که در پای توفان نشسته، همه شاخه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته. کجا می روی لیلای من چرا